أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری و مسلم نیز روایت شده است. در کتاب بخاری 1374 می باشد و در کتاب مسلم 2870 می باشد. انس ابن مالک رضی الله عنه می گویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم. وقتی که یک شخص را نزدیکانش به قبر میگذارند، دفن میکنند، سپس از نزد او میروند، این میت صداهای پایافسال پاهای آنها را میشنود. سپس دو فرشته اتاه ملکانی فیقعدانه فیقولان. سپس فرشتگان می آیند، می نشینند و می نشینند، می گویند که ما کنت تقول فی هذا الرجل. چی می گویی به این مرد، یعنی این پیامبر شما به محمد چی فکر می دهی؟ می گویند. پیامبر می گویند فاما المؤمن فیقول اشهد انه عبد الله و رسوله. مؤمن می گوید که البته گواهی می دهم که او بنده الله هست و فرستاده الله می باشد. یعنی به سوال این فرشتگان نجات می دهد، جواب می دهد، نجات می یابد. انظر. سپس این دو فرشته می گویند که انظر الى مقعدك من النار. نگاه کن. گفته می شود که این همون منزلت، همون جایت رو ببین که این آتش بود. قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه. الله تبدیل به بهشت جاویدان کرد. فیراهما جمیعا. و او منزلش را می بیند. این بشارت می باشد که بر شخصی که مسلمان از این دنیا رفته است و او را الله موفق می گرداند. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد دفن می گفتند که استغفروا لاخیکم فانه یسأل. شما طلب آمرزش گناهان آنها را بکنید و دعا بکنید که او استوار بایستد. زیرا شخصی که در این دنیا نماز میخواند و گفتی الله را میکرد، الله او را کامیاب به پاسخ میگرداند. اما کافر، وقتی که به نزد کافر دو فرشته فرود می آید، میگوید که پروردگار تو کی بود؟ او میگوید ها نمیداند و میگوید که من نمیدانم و پیامبری تو کی بود و دین تو چی بود؟ اما او به جواب موفق نمی شود. و در حدیث ها آمده است که در سنن ابو داوود، سنن نسائی، و او را به یک آلت میزنند که فیضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيسير ترابا ثم تعاد فيه الروح. وقتی که او پاسخ نمیدهد، فرشتگان او را به یک آلت میزنند که تمام مشرق و مغرب، تمام چیز میشنود مگرم ثقلین انس و جن نمیشنود و همچنان او را در قبر عذاب میکنند. سپس باز روحش به او بر میگردد و همچنان در عذاب قبر رو میبیند. بنابراین الله در قرآن میگوید یثبت الله الذین آمنوا. الله شخصایی که در این دنیا ایمان آوردن، ایمانی حقیقی، نه فقط نگفتن که من مسلمانم، بلکه عمل میکردن و دفاع از دین میکردن، الله آنها را استوار میگرداند. آیا ای شخصی که من مسلمانم میگویی، آیا تو از دین دفاع کردی؟ آیا دفاع از عالمان و
از قرآن و از پیامبر دفاع کرده ای، من مسلمانم گفتی و گشتی اما به دین یگون خدمت کرده ای، عملهای صالح انجام دادی تا که الله موفقت بکند در این قبر. باید مسلمان به دار آخرتش نیز کمی کوشش بکند، مثلا تربیه فرزندانش، دفاع از دین و ایمانش بکند، دفاع از دین پیامبر، دفاع از پیامبر می باشد. یثبت الله الذین آمنوا، الله می گوید که شخصایی که در این دنیا ایمان آوردن آنها را الله استوار میگرداند. الله ما و شما را در قبر استوار بگرداند، به سؤالهای این فرشتگان پاسخ دادن را نصیبمان گرداند. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.